عزیزانی که میخوان در مورد عقیده شیعه بهتر بدونند، برنامه آن روی سکه روزهای سه‌شنبه کلا در این مورد هست. اصلا اسم این برنامه آن روی سکه. ببینید یک سکه وجود داره که یک طرفش یک نقشی هست و طرف دیگرش نقش دیگری داره. شیعیان، اونایی که با شما روبرو میشن و ادعای محبت و برادری میکنن و تبلیغ دین خودشون رو میکنن، این یک روی سکه است. روی دیگر تحریف قرآن، لعن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و اصحاب پیامبر، قائل بودن به کفر همه صحابه غیر از 4 نفر، تویین به ام المؤمنین عایشه صدیقه. من از کتاب خمینی نشون دادم که حالا نگن که کتاب‌های قدیم حالا یه چیزایی گفتن. کتاب خمینی، کتاب که در دوران به اصطلاح حکومتش در ایران نوشته، میگه که عایشه و طلحه و زبیر از سگ‌ها و خوک‌ها هم نجستر هستن. اینها اعتقاد اینهاست، اعتقاد به تحریف کتاب الله، توهین به رسول الله، توهین به اهل بیت، توهین به صحابه. وقتی که در هر کشور اینا جای پا باز کردن، در هر جایی که این شیعیان رافضی ایران، خاصتا اونایی که زیر نظر حکومت استبداد ولایت فقیه کار میکنن، اینها در هر جایی که جای پا برای خودشون باز کردن غیر از دربدری و بدبختی و مصیبت برای مسلمان ها نیاوردن. ما در وصال حق 6 برنامه در مورد تاجیکستان گذاشتیم. از مراجع شیعه گرفته تا مقامات رسمیشون، حتی سفیرشون در دوشنبه گفتن دروغ میگن، تاجیکستان تنج است، همه چیز آرام است، هیچ مشکلی نیست. این وهابی‌ها میخوان اختلاف بندازن در بین. همین برای شما کافی نیست؟ همین برای شما کافی نیست که داد میزدن که نه شرقی نه غربی حکومت اسلامی؟ همین برای شما کافی نیست که این حکومت ظالم و مستبد آخوندی ایران داد میزد که ما برای دفاع از مظلومان و ستمدیدگان جهان اومدیم؟ مگر ملت تاجیک مظلوم نیستن؟ مگر ملت تاجیک ستمدیده نیستن؟ مگر امروز بر ملت تاجیکستان ظلم و ستم نمیشه؟ از نظر حکومت آخوندی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون که اگر که در مورد تاجیکستان صحبت بکنن، ارباب امام علی رحمانوف کی است؟ روسیه است. روسیه در ایران داره نیروگاه اتمی میسازه. روسیه به ایران گفته که حواست باشه که در مورد تاجیکستان صحبت نکنی و الا ما اینجا کمکامون رو قطع میکنیم. پس 7 میلیون 8 میلیون تاجیک رو ایران فدای خواسته های خودش میکنه، فدای نیروگاه اتمی خودش میکنه. شعار دفاع از مظلومان و ستمدیدگان یک عوام فریبی است، یک دروغ است. این همه مساجد و مدارس در تاجیکستان بسته شد، یک مرجع تقلید شیعه صداش در اومد؟ یک روز حکومت ایران گفت که تاجیکستان چرا داره این کارو میکنه؟ من در برنامه گذاشتم گفتم، بازم تکرار میکنم، نهضت اسلامی تاجیکستان را فروخت همین ایران فروخت. کنفرانس صلح و مذاکرات صلح نامنهادی رو که درست کردن، نهضت رو همین ایران مجبور کرد. امیدوارم روزی بیاد که با غیرت ها و انسان های شریف نهضت تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان بیان و بگن اینها رو. تا کی میخواید سکوت بکنید؟ تا کی میخواید این حرفا رو، این اسرار رو در دلهاتون ببرید؟ تا کی میخواید حقیقت رو به ملت نگید؟ در مقابل نسل آینده، در مقابل فرزندانتون مسئول هستید. بگید واقعیت ها رو. بگید که ایران چه نقش شومی داشت در مذاکرات صلح، چگونه بر شما فشار می آورد که در مقابل خواسته های رحمانوف و روسیه سرخم بکنید. بگید که چطور شما رو فروختن، چطور شما رو مجبور کردن که در این مذاکرات شرکت بکنید و بعد از اینکه در مذاکرات شرکت کردید چطور تک تک شماها رو فروختن. اینها حکومت ایران، حکومت آخوندی در هیچ جای دنیا خیر و مصلحت امت اسلامی رو نمیخوان. به خدا قسم از ملت افغانستان و تاجیکستان و سوریه و عراق غیر از دختران این ملت ها رو برای صیغه میخوان، اموال شما رو برای خمس میخوان، برای پر کردن جیب هاشون. و الا اگر اینا دلشون به انسان و به مسلمان بسوزه، دلشون به شیعه های اثنا عشری داخل ایران میسوخت. دلشون به ملت
آذربایجان شیعه مذهب خودشون میسوخت، شیعه اثناعشری آذربایجان. چرا با ارمنستان دستشون در یک کاسه بود؟ در قضیه ناگورنو قره‌باغ با ارمنستان همکاری کردن بر علیه آذربایجان، یعنی با مسیحی صلیبی همکاری کردن بر علیه شیعه اثناعشری مسلمان در آذربایجان. چرا؟ چون روسیه ازشون خواسته بود که اگر با آذربایجان همکاری بکنید ما کمک هامون رو قطع میکنیم. امروز شاید برای بعضی از اینا که فریب این آخوندا رو خوردن این حرفا مسخره باشه، باور نکنن، اما آینده اینو ثابت خواهد کرد. ما به دنبال فتنه و آشوب نیستیم. به دنبال فتنه و آشوب کسانی هستند که بزرگترین آشوبگر در تاجیکستان سفیر ایران هست. من از ملت شریف تاجیکستان درخواست میکنم که اعتراض بکنم بر علیه وجود این انسان کثیف در تاجیکستان که همه رنج ها و مشکلات و دردهای شما را نادیده میگیره، میگه در تاجیکستان همه چیز تنج است، هیچ مشکلی وجود نداره. بعدش چیکار میکنن؟ میان شخصی رو که به امام اعظم، به امام ابو حنیفه، به اصحاب و امهات المؤمنین توهین کرده، اهانت کرده، برای این شخص در تاجیکستانی که اکثریت مطلقشون اهل سنت هستن، حنفی هستن و دوستدار اصحاب پیامبر و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، برای اون بزرگداشت برگزار میکنن. احمد جان این سفر رو نشون بده. نشست علمی ویژه امام خمینی در خوجند، در شهر خوجند، نشست علمی ویژه خمینی به مناسبت سالمرگ ایشان برگزار شد. متصدی برگزاری نشست وابستگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر خوجند بود که گزارش هم در صفحه رسمی رادیو تاجیکی ایران هست. شما تصور بکنید خمینی که در کتاب‌های خودش بدترین توهین‌ها و اهانت‌ها رو به اصحاب پیامبر و به امهات المؤمنین میکنه، در تاجیکستان برای ایشون بزرگداشت برگزار میکنن و سفیر ایران در تاجیکستان میگه که در تاجیکستان همه چیز تنج است، هیچ مشکلی وجود نداره. همه اینا دروغ است. همه این مشکلاتی، همه این حرفایی که عزیزان و رنج دیده های تاجیکستان بیان میکنن، همه اینا به قول سفیر ایران دروغ است. این صفحه کتاب خمینی رو نگاه کنید که این زندیق در کتاب خودش، کتاب الطهاره جلد 3 میگه که در مورد نواسب که صحبت میکنه در این صفحه 457 انواع کفار، در اینجا چی میگه؟ که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و غیره اینها نجاست ظاهری ندارن، بلکه نجستر و خبیثتر از سگها و خوکها هستن. این رو در مورد همسر پیامبر میگه، در مورد اصحاب پیامبر میگه و در تاجیکستانی که دوستداران اصحاب پیامبر و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، برای این انسان زندیق در اونجا بزرگداشت برگزار میکنه. بعد سفیر ایران میگه که دروغ، در زندانهای تاجیکستان به کسی شکنجه نمیشه، به کسی تجاوز نمیشه. مسئله حجاب اصلا کی گفته که در تاجیکستان مشکل حجاب وجود داره؟ کی گفته که علمای تاجیکستان مشکل دارن؟ کی گفته که خطبای تاجیکستان مشکل دارن؟ این بدبختی هایی که امروز در تاجیکستان هست، من در اولین قسمت این برنامه گفتم و باز هم تکرار میکنم که بیش از 90% این بدبختی ها و دوام این حکومت ظالم و وجود این ظلم ها و شکنجه هایی که در حق ملت مظلوم تاجیکستان صورت میگیره زیر سر رژیم روسیه که دشمنی شدید با اسلام و مسلمان ها خاصتا با تاجیک ها دارن و زیر سر نظام فاشیستی رافضی خمینی در ایران هست که میخواهند ملت تاجیکستان رو و مردم شریف تاجیکستان رو به طرف رافضه‌گری بکشانند. بندازید دور زباله های رژیم ایران رو از تاجیکستان، امثال سید یونس و غیره‌ای که ملت تاجیکستان رو میخوان به طرف رافضه‌گری بکشانند. تا پای نحس این رافضی‌ها در تاجیکستان باشه، ملت تاجیکستان آرامی رو نخواهند دید. یک مسئله دیگه، من قبلا در مورد نظام صفویت در ایران شنیده بودم که شاه اسماعیل صفوی فاحشه‌خانه‌ای درست کرده بود و از درآمد این فاحشه‌خانه‌ها مالیات می‌گرفت. مثلا اگر فاحشه‌خانه‌ای در تهران بود و در زمان صفویت در تبریز بود یا در شیراز یا هر جایی که بود،
این فاحشه خانه ها این یک اطلاعات عمومی است که عزیزان تاجیک هم وقتی که این چهرهای آخوندا رو میبینن به یاد داشته باشن که من برای این حرفایی که میزنم سندم دارم از تاریخ صفویت. اینها وقتی که ایران رو گرفتن خب یک جماعت عیاش یاغی باغی شرابخور بودن، مثل همین کسانی که امروز در تاجیکستان حکومت میکنن. اینها اومدن فاحشه خانه ها رو به شکل وسیع نشر کردن در ایران. از پول درآمد این فاحشه خانه ها حکومت صفویای شیعه رافضی مالیات میگرفت. از پولی که از اینجا از این فاحشه خانه می اومد در راه به اصطلاح جنگ هاشون و ساختن قصر هاشون و اینها استفاده میکردن. کار دیگری که اینها در حکومت صفوی داشتن، فرزندانی را که در این فاحشه خانه ها به دنیا می اومدن اینا رو میفرستادن که به اصطلاح روحانی بشن و آخوند بشن. اصل وجود آیت الله و حجت الاسلام و طبقه روحانیون در ایران، مراجع تقلید اینها، اصل اینا از همون فاحشه خانه هایی است که انسانای بی پدر مادری بودن که در زمان شاه اسماعیل صفوی بنا نهاده شده. و ما مفصلا انشالله بعد از این پارازیتی که اینا پخش کردن این فایل اینا رو باز خواهیم کرد و حقایق چگونه به وجود اومد، چطور ایران سنی تبدیل به یک ایران شیعه شد. ما انشالله این حقایق رو خواهیم گفت، چطور مرجعیت به وجود آمد، چطور آیت الله و حجت الاسلام به وجود آمد. اصل اینا از کجاست؟ اصل اینا همون حرامزادهایی بودن که در فاحشه خانه های شاه اسماعیل صفوی بزرگ شده بودن و از اونجا اینها رو فرستادن که آخوند بشن و امروز بلای جان ملت ها قرار بگیرن.